با سلام دوستان عزیز، این قسمت دوم صحبت ویدیو قبلی که سوژهش این بود که آیا خداوند اجازه میده که سختی آیا خداوند اجازه میده که بدی یا مریضی بیاد تو زندگی ما؟ و من تو اون ویدیو ضبط کردم که نه، من شخصا این قبول ندارم که خداوند اجازه میده که مریضی یا چیزای بد بیاد تو زندگی ما و نه فقط از طرف اون نمیاد ولی اجازهش هم نمیده. و این یه چیزیه که خیلی ایماندارا، چه بشه مسیحا باشن یا کسی که به خدا ایمان دارن، فکر میکنن نه، خدا قادر مطلقه و هرچی هم که پیش میاد اون حتما خاص اون بود یا اجازهش رو داده. من خیلی مخالف این فکر هستم و میدونم خیلی هم قبول دارن که نه، همچین چیزی هست و ممکنه بعضیا سختشون باشه اینو قبول بکنن. و من میخواستم این قسمت دوم ضبط بکنم که آیه از کلام بیارم، از بایبل بیارم که چرا من این عقیده رو دارم. بعد میخوام توضیح بدم که اصلا واسه چرا این مهمه که ما این حقیقت رو بدونیم. من تو ویدیو اولی گفتم که دلیلی که خدا، پس مثلا یه سوالی که بود، خب اگه خدا اجازه نمیده مریضی یا بدی بیاد تو زندگی ما، پس چرا میاد تو زندگی ما؟ بعد من گفتم به خاطر اینکه مریضی بدی احتیاج به اجازه ندارن که وارد زندگی ما باشن و دلیلش اینه که خداوند یه سیستمی پیاده کرده تو این دنیا، چون خداوند خدای نظم، خدای عدالته و یه سیستمی پیاده کرده که ما بتونیم زندگیمون رو بکنیم. ما خودمون شخصا با یه سیستمایی میریم جلو، یه قانونایی هست، یه روشایی هست که به ما آرامش میده، به ما کمک میکنه که زندگیمون رو ببریم جلو. مثل سیستم قانونی یا سیستم رفتار کردن با دوستا یا با فامیل، اینا همه سیستم‌های مختلف ما داریم و اینا از کجا اومده؟ از فکر خدا اول اومده، بعدن ما به عنوان انسان پیاده میکنیم توی دنیا. یکی از این سیستم‌ها این سیستم عدالته. برفرض فکر کنین مثلا شما یه قانونی میشکنین توی دنیا و تو شهرتون، تو ایالتتون فوقش دزدی میکنین یا یه قتلی میکنین و پلیس میگیره و شما رو چارج میکنه و میرین دادگاه و دادگاه چیکار میکنه؟ خب مجازات میشین، پانیش میشه، زندونی میاد. و این یه سیستمی که پیاده شده تو این دنیا و هممون قبول داریم. حالا چون که قانون هست که این کارو نکنین، چون که اون آدمایی که قانون رو گذاشتن و نمیخوان چیزای بد پیش بیفته، آیا پیش میفته هنوز؟ آیا دزدی میشه؟ آیا نمیدونم قتل میشه؟ آیا چیزای بد میشه که بعضی وقتا به شخصمون هستی که میاد نمیدونم ما رو اینجور میکنه یا چیزی از ما دزدی میکنه، یه صدمه‌ای به ما میزنه؟ اینا میشه، ولی خاص اون کسی که این سیستم رو گذاشته اینی که نشه. بنابراین اون طرفی که میاد این کارو میکنه احتیاج به اجازه نداره. اجازه نداره. خداوند نگفته اشکال نداره برین دزدی بکنی، اشکال نداره بری همسایت رو بکشی یا بزنی، این اجازه رو نداده. ولی وقتی این اتفاق پیش میاد به خاطر اینکه گناه تو این دنیاست و مردم اراده آزاد دارن. so خداوند نمیخواد این چیزا پیش بیاد، از قلبش نیست و اجازم نمیده. این تو ویدیو اولی بود و توی کلام. چرا من اینو میگم؟ برای اینکه من هرچی میخونم راجع به عیسی مسیح توی کلام، عیسی مسیح شخصیت خدا، قلب خدا، حضور خدا رپ شده
به یه انسان و اومده تو دنیا و عیسی مسیح گفت منو دیدین یعنی خدا رو دیدین. یعنی هر کاری که عیسی مسیح کرد، هر چی که عیسی مسیح گفت یعنی از قلب خداست و خدا خداست. و عیسی مسیح چی گفته تو کلام؟ توی متی 9:35 میگه عیسی مسیح رفت تو همه شهرها و چیکار کرد؟ همه رو شفا داد. عیسی مسیح نیامد کسی رو مریض بکنه یا یه چیزی بدی بیاره تو زندگیشون، اومد شفا داد. So اگه مریضی اومده در وجودمون، بدونین که از طرف خدا نیست و نگین که خدا اجازه داده. اگه بدی اومده، اگه کسی رو از دست دادین، اگه هر چی که از دست دادین، خدا نکرده، اجازهشو نداده. این کارا به اجازه احتیاج ندارن، ولی خدا چیکار میکنه؟ میاد براتون درستش میکنه، میاد شفا میاره، میاد خوبش میکنه، میاد نور میاره. کار خدا اینه. توی جاهای دیگه، یوحنا 3:16 که همه میدونن که خداوند نیومد که محکوم بکنه فرزنداشو. عیسی مسیح نیومد که محکوم بکنه، بلکه اومد که ما هلاک نشیم، نمیریم. و همه اومد که هیچ کس نمیره، نه که بعضی ها نمیرن. توی دوم پتروس 3:9 میگه خدا نمیخواد کسی از بین بره، ولی وعداش رو حفظ میکنه، ولی خیلی صبوره، منتظره که همه بیان به توبه. توی اول تسالونیکا 5:9 میگه خداوند نیامده که غضبش رو بیاره رو ما، ولی اومده که نجات به ما برسه از طریق عیسی مسیح. آیه های دیگه زیاده که قلب خدا رو نشون میده که قلب خدا این نیست که مریضی و بدی بیاره تو زندگیمون. یه نقطه دیگه که میخوام بگم توی یعقوب که میشه جوب، خیلی ها فکر میکنن که شیطون اومد اجازه خدا رو گرفت و بلا سر یوحنا آورد و بحثش یه ذره طولانیه، ولی اگه برین بخونین و ترجمهشو برین عقب که چجوری ترجمه شده، این نیست که خدا اجازه داد. اولین یادتون باشه که خدا این کارو نکرد به جوب. این سختی آوردن، مریضی آوردن کار شیطونه، کار خدا نیست. و سوال من اینه که آیا شیطون اجازه احتیاج داشت که این کارو بکنه؟ یعقوب میگه، اول یعقوب میگه که یعقوب خیلی کارهای درستی میکرد، ولی هر روز یا هر هفته میرفت یه قربانی میکرد، یه آفرینگی میآورد به خدا. نکنه بچه هاش کار بدی کردن که خدا مثلا بدی نیاره سرش، یه کار بدی نشه به خاطر بچه هاش. من میگم این ترس نیست که یه موقع چیزی بدی پیش نیاد. این از ترس نیست، از ترس این که این چیزای خوبش از دست بده، از یه موقع فکر میکنه که مثلا یه اتفاق بدی پیش میاد. So اینجوری بگم که ما وقتی با ترس یه کاریو میکنیم یا فکر میکنیم که مثلا خدا ممکنه یه کار بدی بکنه، اون چیزی که ما فکر میکنیم در رو باز میکنیم بهش. وقتی هم در رو باز میکنیم، اون طرف اون اجازهشه. خدا اجازه نداد که در باز بشه، که تو در رو باز بکنی، و اجازه نداد که کسی که نباید بیاد تو از اون در. So اجازهشو از کی گرفت؟ اجازهشو از یعقوب گرفت یا اجازهشو از خدا گرفت؟ حالا فقط نقطه آخرم میخوام اینو بگم که چرا من انقدر راجع به این برای من مهمه که این نقطه رو بگم.
من نمیخوام آرگیو بکنم یا دیبی بکنم. اگه کسی قبول ندارن. خدا هنوز دوستت داره، خدا هنوز زندگیت کار میکنه. اصلا این چیزا نیست. هنوز میری بهشت، هنوز همه چی خوب. ولی دلیل این که این خیلی مهمه اینه که ما وقتی تو زندگیمون شک داریم به قلب خدا، به خوبی خدا و فکر میکنیم که خدا اجازه میده که مریضی یا سختی بیاد تو زندگیمون، ما کاملیت خدا رو تو زندگیمون نمیتونیم داشته باشیم. یعنی با ترس میریم جلو، مثل یعقوب. اون چیزایی که هدیه‌ای، برکتایی که خداوند برامون گذاشته میخواد به ما بده، ما چیکار میکنیم؟ میگیم نه 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 نه. برای اینکه ممکنه بعضیاش مریضی باشه، ممکنه بعضیاش بدی باشه. همچی چیزی نیست. این فکر رو از کلتون بکنین کنار و همه چی که خدا براتون داره قبول بکنین با دستای باز. و اگرم دیدین یه چیزی سخت، بد، مریضی اومد تو زندگیتون، اصلا به حساب خدا نذارین، ولی شکر کنین که خدا هست که کمک کنه از اون چیز بد خوب در بیاد یا شفا بده. برای اینکه عیسی مسیح اومد شفا داد و اگرم شفا نداد، واسه هر دلیلی، نه که شفا نداد، شفا نشد، یعنی نیومد، هنوز اونورم باز برکته. اونور دنیا، بهشت، بهتر از این بره. امیدوارم این حرفا کمک کرده باشه و برکت گرفته باشین و دعا میکنم واسه تک تک شماها که دارین گوش میدین که واقعا این حقیقتی باشه که ریشه بگیره تو قلبتون، که واقعا قلب خدا رو، محبتش رو و اون عشق و علاقه‌ای که به شما داره بدونین. روز خوبی داشته باشین تا